بنی اسرائیل کاردش به استخون رسید. یعنی رسیدن به جایی که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. بچه هاشون رو سر میبریدن و زنها مورد تعرض قرار میگرفتن. مضطر شدن به معنای واقعی، اشکشون در اومد، زورشون هم به فرعون نمیرسید. راه به جایی نداشتن، بدجور گرفتار شده بودن، مونده بودن چیکار کنن. روایات اینجور بیان میکنه بین این قوم علمایی بودن که اون علما کد نجات و رهایی رو به مردم دادن و گفتن برای نجات باید به درگاه خداوند استغاثه و التماس کنیم تا فرج حاصل بشه و به واسطه 40 روز دعا و اشک و التماس به درگاه خداوند ظهور موسی 170 سال جلو افتاد. امام صادق علیه السلام فرمودند اگه شیعیان ما همون کار بنی اسرائیل رو انجام بدن، فرج ما اهل بیت میرسه و نجات پیدا میکنن. اگه این دنیایی که توش هستی خوبه و ایرادی نداره، بحثی نیست، ولی اگه میبینی هیچ چیز سر جای خودش نیست، ظلم، جنگ، گرفتاری، ناامیدی، بیماری، فقر و تاریکی همه عالم رو فرا گرفته و خسته شدی دنبال راه نجات میگردی، یه راه بیشتر وجود نداره و اونم ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. راه دومی هم نیست. اگه درخواست کنیم که خب نجات، و اگه درخواست نکنیم روز به روز به سختی هامون اضافه میشه و کار به جاهای بسیار خطرناکی خواهد رسید. ما با وجود استثنایی چون سید الشهدا علیه السلام کارمون خیلی راحت تره. اون سید الشهدایی که اسمش هر معادله‌ای رو عوض میکنه، اون سید الشهدایی که استجابت دعا تحت قبه نورانی ایشون تضمین شده، همون سید الشهدایی که بارها امام عصر علیه السلام اشاره فرمودن تو مجالسش که حکم حائر حسینی رو داره فرجش رو درخواست کنیم. بی جهت نیست که امام زمانمون برای درخواست ظهورشون توسط شیعیان اینقدر اشاره به جد سید الشهدا میکنه. اینجا راه میانبر شیعه است. ما که تا به حال جمع نشدیم و اجتماع آنچنانی تشکیل ندادیم برای رسیدن به ظهور امام زمانمون. این محرم سید الشهدا و این مجالس عزای سید الشهدا یه موهبت الهی برای شیعیان امیرالمؤمنینه که کافیه اینجا همدل بشیم و فرج امام زمانمون رو از خدا بخوایم و به بدبختیامون پایان بدیم.